من میگم هیچی پول برام نمونده. به من ربطی نداره مادر من، از یکی قرض کن، من باید امشب این کادو رو براش بگیرم، امشب تولدشه. خب دخترم عزیزم یه چیز مناسب تری بگیر، ارزون تر باشه. چطور میشه مگه؟ شده طلاهاتو بفروش، تا 1 ساعت دیگه پول زدی به حسابم زدی، نزدی دیگه خونه نمیام. الو سلام پسرم. سلام مادر جانم. تولدت مبارک. خیلی ممنونم. امیر جان، زهرا میخواست برای تولدت یه کادو بگیره. من هرچی داشتم پول بهش دادم، اما 2 تومن کم دارم. میشه برام واریز کنی؟ من چند روزه بهت پس میدم. محمد 2 تومن داری به من بدی؟ فردا بد. بله درسته مادر جان، اصلا این حرفا نیسته. شما شماره کارت بفرستید من الان واریز میکنم. البته خودش نفهمه، علم شنگی را میندازه. چشم خدا نگهدار. خداحافظ. عزیزم من تعریف پوشاک خانزاد زیاد شنیده بودم، بالاخره کرمانم شعبه زدید. میشه بگین شرایطتون چی بود؟ کچه‌وار به همراه پیراهن، کفش، کمربند، جوراب، کیف پول و پاوربانک فقط 2 میلیون تومان. و به مناسبت افتتاحیه شعبه کرمانمون عینک، اتکلون، گیره کروات و دکمه سراسین هم میدیم، اونم فقط با 2 میلیون. خیلی خوبه، بذارید ببینم بهش میاد. عشقم پوشیدی؟ چطوره؟ میاد؟ وای خیلی بهت میاد.